چرا مردم به معجزه نوح ایمان نیاوردن با اینکه کشتی رو دیدن اینجوری شد؟ این سوال هست. این ویژگی شاخص است که توی عده میشینه. یعنی دیدن همه چیز شد. تو ماجرای کربلا عبدالله گفت اینجا دیگه تموم کن. من برات حق و ناسایی که دستت از این شهدای قبلی رو پس میگیرم. کسی که سر امام زمانش رو بریده مثل شم، این از قبل آروم آروم شم شده. یه جا آیه قرآن داریم قبل اینکه طوفان بیاد خدا اینجوری میکنه، میگه قصه نخواه برای مغرقین. یعنی لیست غرق شده آماده است. از قبل غرق شده کسی میکنه. پسر نوح از طوفان همین آبو میبینه. حضرت نوح نمیگه طوفان، میگه چی؟ امر الله. میگه این امر خداست. حالا یک بار در قالب طوفان آمده، یک بار در قالب زلزله میاد، یک بار در قالب یه قوم ستمگری که میریزه توی کشوری. برعکس نوح عاقلانه ترین کارو کرد. چوب رو آب وای میسته، کشتی باید بزرگ بشه، کلی مسافر دارم، آدمیزاد نجب جناور. برعکس عاقلانه ترین کارو کرده، کشتیش هم ضد آب کرد، غیرمالی بهش، همین تو بهتون محکمش کرد، همه چی در نظر گرفت، کدام نوع حیوان کجا باشه، انسان‌ها کجا سوار بشن، چقدر آذوقه برداره، چقدر طوفان طول میکشه. برعکس این مسافرت که میخوای برید چقدر غذا برداری، همه اینا رو در نظر بگیر. امروز این تفکر بر دنیا حاکمه. قوم نوح دارن جولان میدن. چقدر هم خدا میگه اینا بدن، ازلم و اطغان، ظالم ترینا. برای ما هم همینو داره میگه. الان بهت میگه آقا وایس این سختی‌ها رو تحمل بکن، یه امام زمانی قراره بیاد. همه اون خوبیایی که تو حکومت امام زمان میگن دیگه، دعوایی نیست، فقری نیست، بیماری نیست ها. یکی دیگه هم میدیم بغل میگه چی؟ بیا برات ردیف میکنم لاسوگاس، عشق، سین سیتی، شهر گناه. خب کدوم تو چششه میبینه؟ میره اون طرف. ما تو انقلاب خودمون چی بود؟ ما که قبل انقلاب ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم که بخول بودیم انقلاب کردیم. ببینم قبل انقلاب شما نماز نمیخوندید؟ امام حسین سینه نمیزدن؟ حج نمیرفتن؟ شیعه نبودین؟ کشف شیعه اصل عشری نبود قالب جمعیتی؟ چی فرق بود؟ چی فرق تو اینه که این تفکر بیس باشه یا اون تفکر؟ به خدا همه دعوا سر دعوای عاشورا سر دعوا 8 سال جنگ بود، دعوا سر همین چیز کوچیک و شاید ندیدن خیلی رقیقه ها باید دقت کرد پیداش کرد. دعوا سر همین بود. حواسمون رو جمع بکنیم. مورد بعدی خیلی کوتاه عرض میکنم، راسیونالیسم. راسیونالیسم یعنی خردورزی، یعنی با فکر همه چی رو بررسی کردن. چون عقل و فکر با هم فرق داره. یعنی ما همه رو یکی می‌گیریم. علم هم با عقل فرق داره. ممکنه نفر علم زیادی داشته باشه اما عقل نداشته باشه. مثلا استاد دانشگاه اما عقل نداره. ما تو همین فرقه ها من مشاور چندین پرونده بودم. اینقدر استاد دانشگاه توشون دیدم. اینقدر دکتر مهندس توشون دیدم. به خدا واسه علم نداره دیگه. الان مردم علم به این ندارن سیگار ضرر داره؟ ندارن. الان به این نتیجه مثلا ندارن. چه میکشه؟ قلیونیا عذر میخوام. قلیونیا الان باید گیریدش. این از این مذهبیون